لازم میدونم تشکر کنم از ملت عراق به خاطر پذیرایی و میمان نوازی ارزشمندشون در این قضیه اربعین. شوخی نیست، 22 میلیون، بیش از 22 میلیون زائر رو در بین راه نجف و کربلا یا کاظمین و کربلا عراقی ها در طول چندین روز پذیرایی کنن، میزبانی کنن، دار و ندارشون رو بگذارن. این واقعا تشکر داره. بنده صمیمانه از برادران و خواهران عراقی تشکر میکنم، از مسئولین عراقی همینطور، از هشت شعبی به خصوص تشکر میکنم، از نیروهای انتظامی عراق تشکر میکنم، از دولت عراق که توانست